همه کارا رو کرد، حرم رو درست کردن. یه سردریش برم گفتش اینجا رو درست نکنید، دست نزنید، شما بهتر از من میدونید دیگه، دست نزنید، من برم یه طلسم میخوام بیارم، یه چیزی بیارم که گناهکار نتونه وارد بشه تو حرم. رفت مسافرت، برگشتید، حرم رو درست کردن، سردری رو هم تموم کردن، افتتاح که همه میرن و میان. اومد یقه سرکارگرا رو گفت من نگفتم اینجا رو تموم نکنید؟ گفتم تا اینو گفتن مکدر نشو، این امر امام است، سرپیچی رعیت ز شهنشاه حرام است. یک خادم خوشروزی این عرش معلا، دیدار نصیبش شده در عالم رویا. کرده است بدو امر چنین قبله عالم، بر شیخ پس از آن که رساندی تو سلامم. گو مرد خدا پیر هنر دست مریزاد، ببین چه آقایی داریم، معمار حرم خانه ما، خانه اتاباد. در خانه امید تو در فکر طلسمی، ما کار نداریم که آمد به چه اسمی. بسپار حرم را به طلسم کرم ما، بگذار بیایند همه در حرم ما. ما چشم براهیم گنهکار بیاید،